مسلمان در تمام کارش باید بسم الله بگوید. حالا بسم الله که گفت، حالا ببینید انسانی که دهقانی میکند، صاحب کاری که تجارت میکند، طبیبی که طبابت میکند، همه در عبادت هست. گپ سرون میرد که نیت کنه، چرا که نیت عادت رو به عبادت و عبادت رو به عادت تبدیل میدهد. حالا کسی میوید نماز، خب بگه دیگران رفته شده من هم بروم، تمام. در همین سردی حتی طهارت میکند، رنج میکشد، محنت میکند، زحمت میکشد، مبلغ صرف میکند، دیگر میکند، فقط به خاطری که با دیگران بروم، غیر از خستگی و وقت گذرانیدن هیچ اجری ندارد. باید بسم الله بگه طهارت کند. بعضی گوها میبینیم که در مسجد در اومدن با آواز بلند یا با تلفن صحبت کرده میدارد. نه، از مسجد که وقتی داخل شدن با پای راستت بسم الله، بسم الله الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک. با این دعا باید وارد مسجد خانه خدا شوید. تا اینکه این نشستی که انتظار میشوید 1 ساعت، نیم ساعت، هر چقدر که انتظاری نماز میکشید، این انتظاری تا نماز برای شما مثل این که در نماز و در عبادت مشغول هستید ثواب دارند. حالا موعظه گوش میکنید، از خدا و رسول و آیت و حدیث میشنوید، این علاوه نوری علی نور بالای این. و باید مسلمان غافلانه کرکرانه عمل نکند. عمل مسلمان باید در اساس اراده و ایمان قوی، اراده قوی، ایمان کامل و اعتقاد اخلاص و یعنی نیت نیکش باید باشد، با بسم الله باید باشد.